هی عجینه در یک هفته چند بار جمع‌شویی میکنی؟ چه کرد کی؟ برای چی خالی چی؟ بیکار من جمع‌شویی کردن میگیری؟ چند بار آوردم خالی که میمونی؟ ذهنی مردگی اینقدر هم داد میزنی؟ حاضر میرم 1 تانه 10 تا خریده میبیارم. ای 10 تانه 1 تا بیار که به من در کار است. عجینه مار خانه را به 3 تقسیم میکنیم. برای چی؟ برای آنکه اگر ایرج راضی میشود ما خانه رو جد کردن نمیتوانیم. اکنون نشوی چونان تلاش دارد که اگر خانه را به 3 تقسیم میکنیم دیر میشود. کستی این وقتی تراست اگر دیر کنیم تماما به خانه میمانیم. اکو جان ما یک فکر بسیار خوب کرده. این اوگه یگان کار سر نکرده خانه باید به 3 تقسیم کنیم. چی گفتی؟ سکوت علامت رضا. باید انسان دلش از سنگ باشد که در وقتی زنده بودن پدرش خانه‌اش تقسیم کند. فلسفه نخوانه که ساعت 2 مت در خانه انتظار. دیر نکن. خوش برادران ارجمند، یک فکر بیکر برای تقسیمات عادلانه. خوش. چه خیلی که تو پیشنهاد کرده از همینجا راست همخه دیوار میکنیم تا اونجا. من از اینجا دروازه میکشم، ایرج از اینجا دروازه میکشد، تو از اینجا. چی گفتید؟ این چه تقسیماتی عادلانه؟ تو دروازه در کوچه اساسی، من از تن کوچه دروازه میکشم. با میخوای اینقدر حمله صاحب شوی؟ خیلی نمیشه. ما دیوار میکنیم لیکن 1 متر از این طرف دیوار میکنیم. از راست همین حمام تا همینجا دیوار میکنیم. این خیلی نمیشد. میدونی اگر از اینجا دیوار کنی چی میشد؟ یگان خیلی دیوار نمیکنیم. شما با همدیگر دشمن هستید یا برادر؟ ما با همدیگر برادر لیکن دیوار میکنیم. سلام علیکم. هم برادرها، پدر در بیمارخانه وزنین، شما باشه در فکر تقسیم میراث باز به من تقسیم میکنید.